تا کی قراره فقط جوجه کباب زعفرونی بخورید آخه؟ امروز میخوام بهتون یه جوجه کباب یاد بدم که طعمشو فقط شما بلدید که این ویدیو رو داری میبینی. نرمی باشه، ببینید دست که میگیرید خیلی راحت ببینید. دوستای گلم سلام، به کانال خودتون خوش اومدید. امروز میخوام براتون یه جوجه کباب درست کنم که خودم برای اولین بار هفته پیش درست کردم. یکی از دوستان خیلی خوب من برای من مقدار عناب آورده بود. عناب که میدونید خیلی پرخاصیتیه و بسیار برای بدن مفید و مغذیه. یا بزنم خطور کرد که بیام یه جوجه کباب درست کنم که بیس مزه‌دار کردنش با عناب باشه. همراه من باشید. من 2 تا سینه مرغ گرفتم، دوتاش با هم دیگه شاید 150,000 تومان. الان جوجه کباب زعفرونی داخل رستوران ها دیگه زیر سیخی 200 تومن 220 تومن 250 تومن تو پرسی با برنجش وجود نداره. حالا خب اول برش میزنم و از استخون جداشون میکنم. اول کتفش ازش جدا میکنم، میذارم فعلا کنار. حالا از استخون یه چاک اینجا میندازم. حالا این هم فیل است. یه چاک اینور و یه چاک هم اینور. من حدود نصف پیمانه عناب ها رو با چاقوم فشار میدم که شکم باز کنن که طعمش رو توی سس من متساعد کنن. ادویه هایی که من برای این جوجه کباب در نظر گرفتم: یه قاشق غذاخوری، خیلی پرم نه، پودر گوجه فرنگی، یه قاشق پاپریکا، پودر انبه، پودر سیر، یه قاشق چایخوری، پودر تخم گشنیز، یه قاشق چایخوری، در نهایت نمک.
با شعله کم حدود 2 دقیقه با تفت دادیم عنابمون رو، باعث میشه که عناب کاملا نرم بشه، اون طعم خودش رو رها کنه. حالا ادویه‌ای که آماده کردیم رو اضافه میکنیم، یه تفت 1 دقیقه‌ای میدیم عناب با این موادمون، با این ادویه‌ای که اینجا ریختیم. 1 دقیقه بعد نوبت اضافه کردن یه قاشق هم بهش رب اضافه میکنم. دوباره 2 قاشق غذاخوری هم روغن که مواد با هم دیگه ترکیب بشن. 2 دقیقه بعد که رب و تفت دادیم با ادویه‌ها با عناب، یه 2 دقیقه با هم دیگه تفت خوردن، بهش 1 لیوان آب اضافه میکنم من. حالا زیرش رو کم میکنم، به جوش که افتاد زیرش رو کم میکنم، اجازه میدم اینقدر بپزه تا به غلظت برسه قشنگ. نه دقیق باشه، به غلظت برسه. بریم تا یه نیم ساعت دیگه برگردیم. وقتی به این غلظت رسید بچه‌ها زیرش رو خاموش کنید، بذارید کاملا سرد بشه، بعد به مرغامون اضافهش میکنیم. حالا حس و بیزی رو روش کنید تا کاملا مواد به خورد جوجه کبابامون برن. روش رو بکشید 2 تا 3 ساعت بهش اجازه استراحت بدید. حتما بذارید 2 ساعت استراحت کنه تا این ادویه و این سوسی که درست کردیم کاملا به خودش بره. بهت قول میدم خوشمزه ترین جوجه کباب عمرت میشه جوجه کباب عنابی. بریم تا 2 ساعت دیگه برگردیم برای سیخگیری. میخوام بهتون یه تکنیک یاد بدم بچه‌ها برای اینکه گوجه هاتون خیلی سریعتر و خیلی راحت‌تر بپزه. وقتی به سیخ گرفتیدش بیایید روش یه ضربدر اینجوری بزنید، هم باعث میشه گوجه‌تون زودتر بپزه و همین که موقع پخت خوشگل‌تر میشه. خیلی خوب، شروع میکنیم به سیخ گرفتن. دقت داشته باشید پیاز روی گوشت مرغتون نمونه، چون رو آتیش میسوزه و شکل کبابتون رو بد میکنه. بچه رنگ کباب ببینید چقدر رنگ زیبایی داره، نرم و آبدار. خیلی خوب، حالا بریم بکشیمش. خب دوستای گلم، این هم از جوجه کباب عنابی ما، طعمی که دلم خواست امتحان کنم و این تجربه رو با شما دوست گلم به اشتراک بذارم. مطمئن باشم هر نفری هستی که جوجه کباب عنابی رو دیدی و الانم بلدی که چطوری درستش بکنیم. جوجه کباب باید به همین نرمی باشه. ببینید دست که میگیرید خیلی راحت، ببینید این یعنی جوجه کباب نرم و آبدار. دوستتون دارم، تا آموزش بعد خدا حافظ. اما یادت نره کامنت، لایک، نظرت، انتقادت، حرف دلت، منتظر کامنت های زیباتون هستم. تا آموزش بعد دوباره خدا حافظ.